안녕하세요 여러분, 저는 루입니다. بالاخره تونستم ویدیو جدید بگیرم. کف مرتب. امروز هم قراره معرفی سریال داشته باشیم. معرفی سریالی که بعضیا دوست داشتن و خیلی سر و صدا کرد. سریالی که قراره با هم دیگه بررسی بکنیم و معرفیش بکنم نوش جان اعلیحضرت است که خیلی دوستش داشتن و تازگی هم تموم شده. فکر کنم یه چند ماهی هستش که تموم شده. حالا بریم برای بررسی سریال. کجا این سریال توی ژانر عاشقانه، علمی تخیلی، فانتزی کم و تاریخیه، خیلی تاریخی. اگه بخوام راجع به داستان این سریال بگم، داستان این سریال اینطوریه که یک دختری، اسمش حالا یادم نمیاد، اما همون بازیگر یونای خودمون، یه سرآشپز خیلی معروف و اجرای خیلی با مهارته که یه کتاب میاد دستش، یه کتاب تاریخی و خیلی قدیمی از دوره چوسان که مثلا طرز تهیه چیزایی که توی اون دوره درست میشد و نشون میده و صفحه اولش چیزایی خیلی عاشقانه مینویسه، ولی یونا میاد اینو میخونه. اسمش دارم درست میگم دیگه اگه اشتباه نکنم. اینو میاد میخونه و یه جورایی سفر میکنه به دوره چوسان، یعنی ماه گرفتگی رخ میده و سفر میکنه به دوره چوسان و اونجا میفته، پادشاه رو میبینه و اتفاقی خیلی زیادی میفته و هیچکس باور نمیکنه که این دختر مثلا از آینده اومده، چون آشپزی مثلا غذای خیلی خفنی درست میکنه و چون توی اون دورم پادشاه یه آدمی سختگیر بود و خیلی مثلا مزه ها رو خوب میتونست بفهمه، میگه که باید برای من آشپزی بکنی. به لیونا میگه و اگه من خوشم اومد تو رو سرآشپز سلطنتی میکنم، که اینم چون یه سرآشپز خیلی معروف و نمیدونم کاربلد و اینا بود، هر چیزی که درست میکرد مثلا یه جورایی یه طعم خیلی خوبی رو از توش در می آورد و پادشاه این طعم رو قشنگ میفهمید و آره به قولش عمل میکنه، بیا سرآشپز سلطنتی من شو و برای من هر روز غذای خیلی خوشمزه و اینایی درست کن، که یه اتفاقایی اون وسط میفته. اما این سریال یه جنجالایی هم داشت، به خاطر اینکه نقش اصلی مرد توی سریال فرق میکنه. اول قرار بود که لی سونگ جی فکر کنم، اون شخص اسمش یادم نمیاد، اون شخصی که توی تو گلوری بازی کرده بود یا توی ملکه اشکا بازی کرده بود، نقش بد بود، اون قرار بود بازی بکنه، اما به خاطر یه استوری که گذاشته بود یه شایعه های پخش شده بود و متاسفانه از اون پروژه کنار گذاشته شد و خیلی دلیل مسخره بود و کلا دیگه مثلا بازی نکرد و فکر کنم پوسترش هم با لیسون، آره دیگه با اون مرده اومده بود بیرون، اما خب پروژه بعد کلا تغییر کرد و یه شخص دیگه اومد بازی کرد. این بازیگری که نقش چونا یا همون اعلیحضرت رو بازی میکرد یا پادشاه رو بازی میکرد، لی چامین هست یا لی چمین، این نقش رو بازی میکرد که خیلی هم میگفتن که چرا مثلا این بازیگر عوض شده، ما بازیگر خودمون رو میخوایم اینا، اما واقعا بازی رو خیلی خوب انجام داد. یعنی میتونم بگم اون حس اعلیحضرت، اون لهجه کره قدیمی رو خیلی خوب تونست بیان بکنه و اصلا بازیگریش واقعا خیلی خوب بود و خیلی به خاطر اینکه لی سونگ جی فکر کنم نمیدونم اسمش رو درست میگم یا نه، به خاطر اینکه این فرد نتونست بازی کنه اصلا سریال رو ندیدن و باید بگم که برید ببینید چون واقعا خیلی قشنگه. و اینکه میدونم اون بازیگری که میخواستیم نبود نقش اصلی، اما این بازیگرم واقعا خیلی تمام تلاششو کرد و خیلی خوب تونست اون حس رو بیان بکنه. اصلا انگار واقعا به عنوان پادشاه به دنیا اومده بود، انقدر خوب مثلا اون لهجه رو تونست بگه، عصبانیت، اون حس مثلا چون فانتزی تو رو ایناشو خیلی خوب تونست بیان بکنه و خیلی دوست داشتم اون سریالو. بعد نقش اصلی زنم که ایمیونا بود. بعد یه نقش دوم بود فکر کنم، نقش دوم زن که یه جورایی زن پادشاه میشد که نقش بدجنس رو داشت
که من داشتم هرس میخوردم موقع دیدن این سریال وقتی این زن موقعی که داشت حرف میزد. اما در کل واقعا بازیگر خوبیه که تونست این حس نفرت رو خیلی خوب بیان بکنه. نقشش رو تونست خیلی خوب به وجود بیاره. چی میگن؟ نقشش رو خیلی خوب تونست بازی بکنه که کانگ هانا بود. آره کانگ هانا که ایشون هم بازیگر خوبی بود. حالا بازیگرای دیگه هم بودن، مثلا نقش آشپز داشتن و کسای دیگه که آره اینا نقشای مهم چیز بود. این سریال یه چیزی خیلی خوبی که داشت و من خیلی دوستش داشتم این بود که توی هر صحنه توی هر قسمت یه چیز جدید اتفاق میفته. یعنی شما اینطورید که من خودم به شخصه اینطوری بودم که هر لحظه‌شو من می‌دیدم، یعنی اینطوری نبودم که بزنم جلو ببینم چه اتفاقی میفته بعدش، چون خیلی لحظه‌های مثلا جالب و بامزه و هیجان انگیز داشت که دوست داشتم هر صحنه رو ببینم. مثلا بعضی اینطوریه که میزنن جلو که ببینن آخرش چی میشه، ولی اصلا توی این سریال من اینطوری نبودم. و مثلا آشپزی کردن ایمیونا خیلی باحال بود. یه مثلا چه میدونم یه جوری صحنه سازی میکرد، یه جوری آشپزی میکرد، اون فیلم برداری و اینا خیلی واقعا باحال بود و واقعا بهتون پیشنهاد میکنم اگه کسایی که ندیدید به خاطر مثلا اتفاقایی که رخ داده حتما برید این سریال رو ببینید چون واقعا خدا بود. بعد حالا اینم یادم رفت بگم که این سریال مثلا موقعی که یه قسمت اومد ازش بیرون همه طوری بودن که چقدر شبیه سریال‌های قبلیه، مثل عاشقان ماه که توی 2016 یا 2017 بود که دقیقاً هم آیو بود دیگه. آره نقش اصلیش آیو بود که از مثلا زمان حال برمیگرده زمان گذشته که اونم دوباره سفر در زمانه. یا آقای ملکه که کپ این بود چون اونم راجع به آشپزی بود که البته خب یه مردی بود که میره تو جسم یه ملکه که اسمش هم مستر کوین بود دیگه. آره و آره میگفتن که شبیه این دوتاست ولی کاملا با آقای ملکه فرق داره. چرا؟ چون پایان خوش داره. از الان بگم بهتون یه اسپویلی که میتونم بهتون بکنم، پایان خوش داره. یعنی مثل عاشقان ماه که خیلی غمگین بود اصلا نیست و آقای ملکه اون مرد برمیگرده به آینده ولی خب همه اون خاطره ها یادشه ولی هیچ اتفاق خوشی نمیفته دیگه، فقط برمیگرده به آینده. اما نوش جان اعلیحضرت واقعا میتونم بگم همه چیش پرفکت بود و مثلا صحنه های علمی تخیلیش، اون لحظه که مثلا داشت به آینده برمیگشت یا هر چیز دیگهش خیلی خوب بود و واقعا پیشنهاد میکنم که برید ببینید چون آره واقعا عالی بود. این یه ادیت از کل چیز سریاله که توی هر قسمت چه اتفاقی میفته، چه حسایی رد و بدل میشه و آره واقعا این سریال رو من خیلی دوست داشتم. نمیدونم چجوری بگم، واقعا هر کسی ندیده احساس میکنم یه چیزی رو از دست داده توی زندگیش. بعد چیز خیلی جذابش این بود که پادشاه مثلا توی آینده یه جوری راجع به این پادشاه صحبت میکردم، گفتن خیلی پادشاه خیلی بدیه، مثلا با خدمتکاراش خیلی بد رفتار میکنه، مثلا هر کسی رو که دلش بخواد میکشه و اینا. بعد وقتی که این دختره برمیگرده تو گذشته، چون یه همچین چیزایی توی سرش بود که قرار مثلا پادشاه خیلی بدی رو ببینه، قراره مثلا کشته بشه و اینا، و پادشاه دقیقاً برخلاف چیزی بود که دختره تصور میکرد. خیلی مثلا حسایی به دختره داشت. بعد چون پادشاه روزای خیلی بدی رو داشته، مامانش رو از دست داده بوده و می‌خواسته مثلا انتقام بگیره کسایی که مامانش رو کشتن و این مثلا دختره یه حسایی بهش پیدا میکنه، میگه که اینکه اصلا با چیزی که میگفتن خیلی فرق داره و آره من اینو خیلی دوست دارم. مثلا بهش غذا میده، اون خوشش میاد. و بعد حالا مثلا اصلا نمیدونم چرا این پادشاه قشنگ انگار پادشاه بود، یعنی همیشه پادشاه بازی کنه. به نظر من خیلی نقش پادشاه و این چیزای قدیمی طور خیلی بهش میاد. مثلا نوع حرف زدنش خیلی واقعا خوب بود. مثلا صحنه‌هایی که
خیلی عصبانی بود پادشاه. بعد فقط هم این دختره یعنی ایمیونا میتونست اونو آروم کنه با غذاهایی که درست میکنه و انگار مثلا غذاه تونم بگم نقش یه معجزه و یه دارویی رو داشت که به نظرم خیلی باحال بود. مثلا عصبیه بعد میگه فقط سرش و سلطنتی بمونه چون اون فقط میتونه آرومش کنه و وقتی غذا میخوره مثلا آروم میشه. خیلی باحاله. وقتی سرآشپز رو میبینه نقش یه بچه کوچولو میشه، اصلا نگاه پادشاهی مملکته. خیلی کیوتن، زوج واقعا کیوتی بودن به نظر من. و اینکه من این بازیگر اصلا تا حالا ندیده بودم توی هیچ سریالی فکر کنم. شاید دیده بودم مثلا به عنوان نقش دومی جایی، ولی اصلا این بازیگر ندیده بودم و از الان شناختمش که فهمیدم خیلی بازیگر خوبیه. نمیدونم چجوری بگم. ادیت بیشتر نشون بدم، ویدیو بیشتر نشون بدم اسپویل میشه و نمیخوام اسپویل بشه چون صحنه‌های قشنگش خیلی زیاده. یعنی الان نگاه کنید ویدیو و صحنه‌های زیادش خیلی، مثلا میلیون ها ویدیو ازش هست و توی هر ویدیو هم اتفاق خیلی خوب و اتفاق بد و اینا میفته. ولی قسمت آخر فکر کنم 12 تا قسمت بود، قسمت آخر به قدری قشنگ بود، هم حس بگو نفرت، حس غمگین، حس ناراحتی، گریه، خوشحالی، افسردگی، همه اینا توی قسمت آخر بود، همشون. از میدونی نمیخوام اسپویل کنم چون ممکنه بعضی ندیده باشن و بخوام برام ببینن. در کل بخوام بگم سریال به شدت قشنگیه، پیشنهاد میکنم برید ببینید. چه بار واقعا اصلا نمیدونم چجوری بگم، واقعا سریال خوب بود. کلا خیلی سریالیه که من خیلی دوستش داشتم و چون جدیدم بود نمیدونم در مقایسه با مستر کوین و عاشقان ماه، من عاشقان ماه که اصلا قابل مقایسه نیست با اینا چون اون کلا فرق داشت داستانش، مثلا 12 تا برادر بودن، اتفاقای خوب و بد میفته و در آخر هم غمگین بود دیگه و بیشتری دیدنش. اما مستر کوین هم دقیقا مثل آشپزی همین نوش جان اعلیحضرته، ولی خب تفاوتایی دارم با هم دیگه. من خودم نوش جان اعلیحضرت رو بیشتر دوست داشتم. بگو لحظه های فان مستر کوین بیشتره، اما نوش جان اعلیحضرت یکم داستانش میتونم بگم هم واقعیه، همچین پادشاهی وجود داشته که بگو مثلا انقدر خشمگین بوده، عصبانی بوده، با خدمتکاراش یه جور رفتار میکرده و اینا. و اینکه آره نوش جان اعلیحضرت رو بهتون پیشنهاد میکنم. این ویدیو تمام بازیگر، البته فکر کنم تمام بازیگریان که بازی کردن توی این سریال، لیچمی که نقش پادشاه، سئو ایسوک که نقش ملکه مادر بود یعنی مامان بزرگ پادشاه، بعد ایمیونو هم که چیز دیگه نقش سرآشپز سلطنتی بود. این آدم عوضی البته بازیگر خوبیه ها، چوی گوی هوا فکر کنم درست دارم میگم، که نقش عموی پادشاه بود که تمام شورش و نمیدونم اتفاقای بد و خیلی مسخره که میفته سر اینه، یعنی لیدر تمام این بدبختی ها اینه. نکروس میده. امیدوارم خوشتون اومده باشه. زنگوله رو حتما فعال بکنید که اگه دوباره ویدیوی اینطوری شد اولین نفر باشید تا ویدیو رو ببینید. هر سریال یا هر چیزی که دوست داشتید من معرفیشو بذارم، راجعش بحث بکنیم، بررسی بکنیم، نمیدونم تحلیل بکنیم و اینا، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. نامو سرانجام میدم. انیام.